دوستان گرامی، برای شما چیستان ها رو تیار کردیم. آماده شدید؟ شما باید جواب این چیستان ها رو بیابید. با شما یک چند ثانیه وقت داده می شود. تیار شدید؟ آغاز کردیم. چیستان یکم: از آسمان افتد نمی شکند، از درخت افتد می شکند. جواب این چیستان رو بجویید. جواب چیستان را یافتید؟ بله، آفرین، این برف است. چیستان دیگر: دارد دهان و زبان ندارد، صد چوب زنی فغان ندارد. اکنون فکر میکنیم و میجوییم که آن چیز که دارد دهان و زبان ندارد، صد چوب زنی فغان ندارد. جواب چیستان را یافتید؟ بله، جواب چیستان می باشد ماهی. چیستان دیگر: صندوقچه پوری میخچه. اکنون فکر میکنیم و جواب این چیستان رو میجوییم. جواب چیستان می باشد دهان و دندان ها. آفرین بچه ها. چیستان دیگر را گوش کنید. غلامک میان بسته، روی حولی جسته. اکنون فکر میکنیم و میجوییم که جواب این چیستان چی می باشد. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این جاروب است. آفرین بر شما. اکنون چیستان دیگر را گوش کنید. آن چیز که دو نوک دارد، دو تا غلدیرک، در میانش میخ. اکنون فکر میکنیم و جواب همین چیستان را میجوییم. با شما باز وقت داده میشود. چیستان را یافتید؟ آره، این قیچی است. آفرین بر شما. دوستان گرامی، در همین جا من با شما خیر و خوش میکنم. اگر برنامه من به شما پسند آمده شده باشد، از شما خواهش میکنم که شما علامتی بسیار خوب رو پخش نمایید. و همه شما اظهار منتداری میکنم. شاد و فیروز باشید.